که دارین میبینین لوله پولیکاست. من اومدم به اندازه با ارتفاع که میخواستم برش زدم، به صورت عمودی هم یه برش زدم، به این صورت شده 2 تیک. حالا میام چی کارش میکنم؟ میام با چسب پهن به این شکل اینی که برش زدم رو به این حالت خیلی با دقت دوباره میچسبونم، هم از این ور هم از این سمت، به همین راحت. حالا باهاش میخواییم چی کار کنیم؟ حالا باهاش میخواییم قالب این شمعای زیبا رو بسازیم. قراره از این به عنوان پس قالب استفاده بکنیم. خب من یه زمینم روی یک زمینه میام بیسای شمعمو میچسبونم با دقت. میخوام هر دوتا رو توی قالب با هم دیگه ازشون قالب بگیرم. نکته‌ای که اینجا باید رعایت بکنید، باید بهش دقت بکنید، اینه که چون این شمع بلنده و سیلیکون باید برش بخوره، میام چی کار میکنیم؟ میام روی اینو خوب نچسبوندم، میایم این سمتی که طرح داره سعی میکنیم روبروی هم دیگه بذاریم. بهش میدونین چرا؟ چون وقتی ما میخوایم برش بزنیم باید از قسمتی برش بزنیم که روی طرح‌های شمع ما بیس ما برش نخوره رو قالب. باید از اون سمتی برش بزنیم که روی این طرح‌ها نیفته برشمون. برای اینکه خروجی شمع که میخوایم بزنیم یا حالا خروجی هر چیزی که میخوایم توی این قالب بزنیم اون خط برش بیفته این قسمت. شما میخواید یه خط برش باریکی داخلش میفته دیگه روی اون خروجی کارمون توی اون قالب. من میگم یه جوری میذاریم این دو تا رو که خط برش که میخوایم ایجاد کنیم بیفته اون سمتی که اون طرح‌ها رو نقشایی که روی بیس هست روی قالب نیفته. خیلی آروم آروم با دقت این لوله پولیکا رو میذاریم دوره کار آب بندی میکنیم، میریم برای ریختن سیلیکون. خب دوستان، نکته بعدی که باید رعایت کنیم چیه؟ اینه که ما نمیایم به یک بار کل حوضشمون رو از سیلیکون پر کنیم، چون سنگین میشه وزن سیلیکون ما، بنابراین ممکنه این دیواره ما تحمل وزن سیلیکون رو نداشته باشه یا حتی بیسای شمعمون از جاش تکون بخوره و سر جای خودش نمونه. بنابراین تو حجم کم من الان 50 گرم فقط هم زدم، میریزم داخل حوض شمع. همیشه ما وقتی که داریم قالبایی درست میکنیم این حجم از سیلیکون رو نیاز داره یا حتی حجم بیشتر، یه مقدار از سیلیکون رو میریزیم، میذاریم، میمونه. وقتی خودش رو گرفت دیگه اینجوری حوضچه ما کاملا ثابت میشه، یعنی سیلیکون که دیگه خودش رو میبنده و
سفت میشه دیگه کاملا این دیواره حوض و همینطور بیسای ما دیگه از جاشون تکون نمیخورن، کامل سر جای خودشون فیکس میشن. بعد میایم دوباره سیلیکون هم میزنیم و حوضشمون رو پر میکنیم. ما حوضشمون رو پر کردیم، به سیلیکونمون زمان دادیم تا خشک بشه. حالا من میام اون چسبای پهنی که به برش های لوله پلیکام دادم رو میکنم و لوله رو جدا میکنم از قالب و شروع میکنم بیسای شمعم رو از توی قالب خارج میکنم. برای این کار لازمه که ما بیاییم سیلیکون رو از پهلوها، همونطور که گفتم از جایی که اون برجستگی های روی بیس نباشه، و شروع میکنم با کاتر. اول از بالا تا پایین یه خط میندازم برای اینکه برشم صاف بشه. بعد میام از اون خطی که به عنوان نشانه قرار دادم آروم آروم از سمت بالا سعی میکنم که یواش یواش برش بزنم تا قسمت پایین. این برش رو انجام میدم برای اینکه بیسم راحت تر ازش در بیاد و همینطور بعدا شمی که تو قالب زده میشه راحت از توی قالب خارج بشه. بعد از اینکه این برش رو انجام دادم، این بیسم رو خارج کردم، اون سمت کارم به همین شکل برش میزنم و بیس رو از توش خارج میکنم. به همین راحتی ما این قالب شمع رو ساختیم، کاملا با ابزار دم دستی و آسون. ما از این لوله پولیکا خیلی راحت برای بیسایی که به این شکل بلند هستن میتونیم استفاده بکنیم. این لوله های پولیکا توی قطرها و سایزهای مختلف هم موجود هستن، متناسب با حجم و اندازه بیس میتونیم انتخاب بکنیم و به عنوان پس قالب ازش کمک بگیریم. خیلی ممنونم که تا اینجا آموزش با من اومدین. امیدوارم از آموزش خوشتون اومده باشه. حتما بهم بازخورد بدین، برام کامنت بذارین، اگه سوالی دارین بپرسین. خوشحال میشم اگه کانال منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو روشن کنید برای اینکه از آموزش‌های بعدی ما جا نمونید و همینطور این کانالمون رو به دوستانتونم معرفی بکنید. ممنونم از لطفتون.